خب بچه ها رسیدیم به حلقه تکرار وایل. حلقه وایل توی کاتلین یه ساختار تکراره که مجموعه ای از دستورات رو تکرار میکنه برای ما تا شرط معینی که ما برقرار کردیم در واقع برقرار باشه. یعنی چجور بگم، تا زمانی که ما شرط مشخصی رو در واقع گذاشتیم که مقدارش درست باشه، یعنی ترو باشه، دستور ما توی حلقه اجرا میشه. ساختار حلقه وایل توی کاتلین چجوره؟ ما خود وایل رو می نویسیم و در واقع اینجوری. خب اینجا شرط رو ما اینجا باید بذاریم و دستورات رو اینجا می نویسیم توی این بدنه. خب من پاک میکنم، بریم با هم دیگه یک مثال از حلقه وایل بزنیم. من یه مثال میخوام بزنم که اعداد 1 تا 4 رو یا 1 تا 5 رو برای ما چاپ کنه. اینجا من متغیری از نوع ور a برابر با 0، مقدار اولیه‌اش 0، میگم وایل ون شد. وایل شرط رو میذارم، میگم تا زمانی که a بزرگتر از 5 یا بزرگتر از 6. خب چیکار کن؟ یه پیغامی برای ما نشون بده یا خود در واقع a رو برامون چاپ کن. من اینو اجرا بگیرم ببینیم خروجی چیه، بعد باید یه چیزی بهش اضافه کنیم. میبینید که این داره همین جوری میره تا همش 0. میبینید که باید اینو من استاپ کنم که باید ببینیم اینجا چیکار کنیم. خب بعد از پرینت a در واقع چاپ عدد 0 ما باید a رو در واقع پلاس پلاس کنیم، یعنی یکی بهش اضافه کنه بعد از هر بار اجرا شدن و دوباره اجرا بگیریم. میبینید اول 0 بود، یعنی مقدار اولیه رو باید چاپ کنه، بعد باید این دستور رو اجرا کنه. یعنی ما اولین عدد رو که بهش اضافه کردیم سری میره سراغ دومی، سومی، چهارمی و همینجور پنجمی. 5 عدد رو برای ما، در واقع 6 عدد رو برای ما با عدد 0 چاپ کرد. این از حلقه وایل. توی این مثال ما نشون دادیم که از طریق اجرای تکراری دستورات داخل حلقه اعداد 1 تا 6 در واقع 0 تا 5 ببخشید توی خروجی چاپ شد. و به نظرم بیایم یک مثال دیگه هم بزنیم. من همینو میذارم اینجا ولی اینو 1 میکنم، یعنی عدد 1. میام پایینتر میگم وایل شرطم چیه؟ شرطم اینه که a بزرگتر مساوی با، در واقع کوچکتر مساوی با 10 باشه. خب و اینجا یه متنی رو من میخوام چاپ کنم. متنم چیه؟ متنم هلو ورده. ببخشید چرا اینجوری شد؟ هلو ورد. خب اذیت میکنی. دوباره میام چیکار میکنم؟ من یه لحظه اجرا بگیرم، شما میخوام متوجه بشید که هر دستوری که ما وارد میکنیم دقیقا چیکار میکنیم. میبینید که داره بی نهایت این حلقه اجرا میشه. خب نگه دار خودت تو یه لحظه، استاپ. خب ما میگیم این رو چیکار کن؟ این متغیر رو مثبت کن، یعنی تا 10 بار بیشتر اجرا نشه. خب یه کنترل آلت ال زدم، مرتب شد کد. اجرا بگیریم میبینیم که 10 بار بیشتر اجرا نشد این حلقه، این در واقع متن. و این برای این بحث حلقه وایل. جلوتر ما مثال های بهتری میزنیم که شما متوجه بشید. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.